تعریف آنها سردار باشد با پیراهن‌های رنگی سرخ. رسما بازی شروع شد. از مرکز میدان طور دیدید فوتبالبازانی خب ادامه مبارزه فوتبالبازانی دسته سردار رو می‌بینیم. وضعیت خطرناک است و ضربه راست سوی دروازه بود و ببینید بسیاری دلر ضربه میزند و گل! دلر امام نظرف بسیار عالی در دقیقه 22 بازی از ضربه جریمه‌ای توپ را به دروازه روان کرد. عزیزبک حییتов ادامه هجوم رو میبینیم. وضعیت خطرناک است. حییتов پرتافتی او و باز یک ارسال دیگر اما به توپ نرسیدن. هجوم دوام دارد. ضربه نوبتی رو میبینیم. دروازه‌بان قربان علی احد جان رحمتов و توپ را با فوتبالبازان سردار رو میبینیم. ادامه حمله وضعیت خطرناک است و باز یک ضربه دیگر هم پس به حییتov. ادامه هجوم رو میبینیم. وضعیت خطرناک اینجا قسما برطرف شد اما ضربه بعدی توپ را با نوبتی دولتов رو میبینیم. عزیزبک حییتov پس به شیرزاد محمدیев بسیار زیبا بازی میکند. شیرزاد پس به عزیزبک حییتov ارسال او و وضعیت بسیار خطرناک است. اینجا پرتافتی او و ببینید که شانسی نوبتی برای رگرتد از پیدا میشود. ضربه بسیار قوی نوزی آخرین لحظه های این دیدار. وضعیت خطرناک است. دروازه‌بان در این حالت و با بلند شدن صدای هشتکی داور بختیار کاملov نخستین دربی شهر تورسونزاده در لیگ عالی نخستین شهرآورد این شهری صنعتی